Hey yo. Ring ring. سریع رزه. Hello. الو سلام، چطوری عشقم؟ جون قربونت برم. هیچی، من الان آرایشگاه بودم، تازه کارم تمام شده، منتظرم تا تو بیای. وا مگه نگفتی امشب پیش منی؟ بابا شوخی نکن دیگه سینا، من با اضافه مکافات امشب شوهرم پیچوندم که پیش هم دیگه باشیم. نه نمیاد، نترس، خیالت راحت. بابا به خدا این سری یه جوری پیچوندمش که خودم هم دلم به حالش سوخت. آره بدو بیا، منتظرتم بیبی. فقط داری می واسم پول بفرست پلیز. پاستیل خرسی هم بگی. نه خرسی. خانم ببخشید میتونم چند لحظه وقتتون ندارم رو خوشگلم. بگیرم؟ میشه لطفا به مؤسسه ما کمک کنید؟ مزاحمش اصلا برای بیماران سرطانی. آدمو که من سنم الان لکسوس 2017 رو میخوام بکنم 2019 نتونستم. 5 تومن که بخوام هر روز اینو بدم که دیگه چیزی واسه خودم. ببخشید آقا، میشه چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ چه کمکی به مؤسسه خیریه ما بکنیم؟ ما برای بیماران سرطانی پول جمع می‌کنیم. خیریه؟ برای بچه‌هاست. اگه کمک کنی ممنونتون من میشم. که دانشجوام. مرسی، خدا خیرتون دارم. بده. اگه کافیه، خیلی ممنون، مرسی. من یعنی یه فیش به شما میدم. نه فیش نمیخواد. مرسی. مرسی. از طرف رضا اومده. میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ ها؟ ما برای کودکان سرطانی پول جمع می‌کنیم از طرف مؤسسه چی میگی؟ میگم از طرف رضا اومدم. جنس بله متوجهم، ولی خب مؤسسه هم مشکلات خودشو داره. برو بابا. ببین خانم، مثلا شما 200 تومن کمک می‌کنی، همین دنیا تو داری همون دنیا. خب زودتر بگو، من همه دنیا رو با هم میخوام. خب از اون که ثوابش زود میگیره 4 ساعته خوبه، حالم بده. آره خوبه، وایسا یه رسیدی بهت بدم. ببین از این به بعد ثواب مواب خواستی با خود خیریه تماس بگیر، شماره‌اش رو رسید. رضا کجاست؟ بود رفت، چیکارش داری؟ هیچی. آریان تویی؟ آریان گفت چطور مگه؟ هنوز هیچی نشد، 2 تا خلایی تر خودش اونجا ظاهر شد. چی؟ خلایی. خلایی چیه دیگه؟ به اونایی که خیلی خلایین میگن خلایی. واسه منم هیچ کاری نمیتونستم بکنم دیگه، فقط نگاه میکردم. اینا با چاقو ریختن سرش. اینم یه زنجیر موتور اونجا رو زمین بود، برداشت زد اونجایی که نباید. یه دونم زد تو سرش، یه دونم زد تو زانواش. من خیلی عصبانیشم، خیلی اصلا یه جوری می‌خواستم که برم دست به حقش شب و اینا. داداش تو کارمار نداری نه؟ بگو برو دیگه، مخمونو خوردی. اصلا می‌دونی من کیم با اینجوری حرف میزنی؟ جون تو کی؟ ریاحی. می‌دونی تعامونو بگیر به کجا میرسه؟ میرسه به هر ابن یزید ابن ریاحی، تو مایه استارگاه گیم اف ترونز. اصلا همین چند وقت پیش من با یه دختر دوست شدم، تازگی‌ها فهمیدم عممه. ببین اونو بردار برو دیگه، زیادی داری شعر میگی. برو داداش، برو پولش هم کارت به کارت کن. بلا شدی. حالا خواستی اینا رو بیشتر برای توضیح بدم، زنگ بزنم یه حالی با هم بکنیم، من بیشتر بشناسم دیگه. خب زنگ بزنی یا زنگ نزنی منتظرت. خب سلام. چطوری؟ کی هست باز؟ شیشه رو بده پایین، خفه شدیم. نمیخوام. بو میزنه بیرون تابلو میشیم. اونم سرت نکنی ها. چرا؟ چی چرا؟ بازی استقلال دیگه. یارم از زودتر عوضشون کنم. سلطان بس دیگه، بیا بالا. بیا بالا میگم، خیلی خوابیدی. با تو هم سلطان. با تو مگه نیستم سلطان؟ چته خوبی؟ اینجا کجاست؟ فرقی هم میکنه آزادی. خوبم.
چقدر فرق کرده. چی فرق کرده؟ درسته. چی میگم؟ این پسره کجا؟ کجا بابا کجا؟ پول منو بده. چرا قاطی میکنی داداش؟ خب بگو پولتو میدم. چقدر باید بدم؟ 200 150 تا مگه نبود داداش؟ کشیده بالا. آتاشقال دستت نمیدم که. نمیخوایم دیگه شماره‌تو رو گوشیم نبینم، فهمیدی؟ باش مثلا من پس میزنم به کارتت. نقد. نقد ندارم سلطان. نداری غلط میکنی بیا اینجا وقت منم میگیری. سر تکون نده واسه من. من نه سر تکون ندادم. داری زرزر میکنی ها. وش مگه با تو نیستم؟ خب خودت میگی زرزر نکن دیگه. خیلی داری مزه میریزی واسه من ها. برو ابان پولتو بگی بیا بدو. کجا؟ گوشی تو بده پول آوردی میگیری بدو. آخه ماخه نداره بدو. بیا داداش. این گوشی 50 تا هم نمیارزه. جا 200 تومن گرفتی. کار چه خبر؟ هیچی بابا. هیچ جواب نمیده. مردم پول نمیدن اصلا. از صبح تا حالا 14 تومن جمع کردم. دستورات آقا والاست دیگه. میخوری؟ نه. سلامتی. کله زور آخه. ماشین پول گنگ گرفته. خودت اینجایی نمیفهمی. آدم میشینه حالش به هم میخوره. اقتضای شغلمه دیگه. حالا چی می‌خواستی بگی؟ راجع به پیرمردت. تقصیر خودته. هر کی راه میرسه زرتی باش دوست میشی، میریزی رو هم. یه جوری میگی دوست میشی انگار واسه خودم میرم. دوست دارم با چروک مروک بگردم. با پسر بود. کی؟ پیرمرده با پسر بود. یعنی چی؟ یعنی چی با پسر بود؟ رفتم خونش. رفتم خونش؟ تو مگه کلید داری رفتی خونه یارو؟ مگه نمیگی زن و بچه داره یارو؟ همینجوری سرتو میندازی پای میری خونش؟ خونه قلهک. همون که قرار بده به خودم. رفتم دیدم جفت کفش مردونه جلوی دره. فکر کردم با کارگری کسی اومده چیزی برداره. نگو با پسر همسایه خوابیده خاک بر سر. خوابیده که خوابیده با پسر خوابیده. اصلا به تو چه که با کی خوابیده؟ پسر بوده یا دختر؟ مگه زنشی روش حساس شدی؟ اون دفعه که رسوندیم اونجا گفتم که اینجا خونه اون مرتی که آشغاله. گفتم پول و گاف صندوقا اینجاست. با هفته یه بار اینا رو میفهمیدن. بعد هر روز میرفتم که بتونیم پول مهری اون پتیار خانم رو جور کنیم یا نه. اصلا یادت رفت من واسه چی طلاق گرفتم. حرفا کاری ندارم. این یارو بد رفته رو مخ من. یارو زن داره، بچه داره، با من هست و با پسر همسایه هم خوابیده. من بعد دهن یعنی چی رفته رو مخم؟ ما میخوایم پولمون رو بگیریم بعدش هم تمام. اصلا به تو چه ربطی داره؟ اینجوری نمیشه. یعنی چی نمیشه؟ خیلی خوبم میشه. مثل قبلیا خونه رو میگیری، فیلمو میدیم، پولو میگیریم تمام. نه کلا نمیشه. یعنی چی نمیشه؟ نمیشه درست حرف بزن ببینم چی شده. دیروز که رفتم اونجا اومدم قضیه خونه و این حرفا رو پیش بکشم یهو گوشیشو داد دستم. فیلمای خاوری توش بود. به تو چه؟ بابا چرا نمیفهمی؟ فیلمای من و خاوری توش بود. از کجا داره؟ من چه میدونم. خب سری میزدی بیرون. اومدم بیام بیرون گفت بقیه فیلم‌ها رو هم دارم. یعنی چی اون از کجا داره این فیلم‌ها رو؟ من نمیدونم. میدونست من چی کارم. گوشی تو بده. برای چی؟ گوشی تو بده. میخوای چی کار کنی؟ مگه نمیخواستی دهنشو سرویس کنی؟ ببین فیلم اتاقو که داریم براش میفرستم، پولو که گرفتم، فیلمو واسه همه کس و در و همسایه و زن و بچه و تمام کسش میفرستم. مرتی که حرومزاده رو. سلام علیکم. الو. سلام علیکم. بفرمایید. حاجی بفرمایید. خدا قوت میگم چی میخوری تو این سن و سال این همه بنیه داری تو؟ شما؟ من کیم؟ بله جناب علی. تو کیه پوفیوز؟ درست صحبت کن آقا. با کی داری صحبت میکنی شما؟ زن و بچه که داری. اقلا به پسر همسایه‌تون رحم کن. خفه شو بابا. احمد بیا اینجا. من کیم؟ وایسا الان فیلم‌ها رو که برات بفرستم بهت میگم من کیم. بیارش اینو. بفرست.
بده من بابا. بیا سنج. الو 500 میلیون جور میکنی نقد. چی میگی با میستی بهت بگم کجا همو ببینی. ببین لاشی بازی بخوای در بیاری فیلمو واسه همه خاندانت فرستادم ها. الو حاجی. الو حاجی. الو من بگم چی کار کردی؟ کشتیش؟ چی کشتیش بابا؟ شاید یارو هول کرده شاشش گرفته رفته دستیو چه میدونم آیفون خونه‌شون زنگ خورده رفته اونو جواب بده گوشی رو نذاشته. خفه شو رضا. را بیا بریم دم خونش. کجا بریم دم خونش؟ برام میگم تو رو خدا ببخشید تهدیدتون کردیم اینجوری شد. کاری چیزی اگر دست ما برمیاد بگین تو رو خدا. چی داری میگی تو واسه خوده؟ شیشه رو بده پایین. بده پایین شیشه رو. خرابه به خدا پایین‌تر نمیاد. استادیوم تشریف میبری؟ نه یعنی بله. هول کردی چرا؟ من هیچ وقت هول نمیشم. دربیه؟ نه دربی که 2 ماه دیگه است. دو طرفه ای خانم پرسپولیسی هم من استقلالی. خفشو بیا پایین. خفشو بیا پایین. آقا ما چیکار کردیم؟ خفشو بیا پایین. آقا ما یادشو ببینم. آقا ما چیکار کردیم؟ یادشو. آقا ما چیکار کردیم؟ هر چی تو جیبت خالی کن رو سقف مدارکتون آماده کن صندوقو بزن. بدو صندوقو بزن ببینم. دختر مردم رو لخ کردی؟ از اول چی بوده؟ چیزی نبوده. چی بوده آقا؟ من کاری نکردم به خدا. الکی داری گیر میدی. این چیه توش؟ آب. ببین تو جوونی منم جوونم. آدم دست زیدشو نمیگیره بیاره جلوتر. پاسگاه که زید چی ها؟ کاسب بود. یعنی چی کاسب بود؟ یعنی پول میگیره میاد پیشت. دادا اگه میخوای شماره‌شو هم داشتی؟ نه حقم خوردی. آقا شما جوونی منم جوونم دیگه. الو سلام. خوبی؟ خوبم. تو خوبی؟ خوبم. رضا رو گرفتن؟ آره همونطور که چیده بودیم گرفتنش. اوکی همه چی؟ دیدی گرفتنش؟ نمیدونم دیگه خبر ندارم. کی میای؟ من یه 2 ساعت اینجا کار میکنم بعد میام پیش تو. اوکی میبینم. اوکی. خداحافظ. بیبی داری میای فقط برام پول بفرستی. ببخشید خانوم. وسیل خرسی هم بگی. میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ ندارم خوشگلم. میشه لطفا به مؤسسه ما کمک کنی؟ مزاحم میشه اصلا برای بیماران سرطانی. آدمو که من سه ماه الان لکسوس 2017 رو میخوام بکنم 2019 نتونستم. 5 تومن هم که بخوام هر روز به اینا بدم که دیگه چیزی واسه خودم نمیمونه. آره بابا. ببخشید آقا میشه چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ چه کمکی به مؤسسه خیریه ما بکنیم؟ ما برای بیماران سرطانی پول جمع میکنیم. خیریه؟ برای بچه هاست. اگه کمک کنی ممنونتون. این که دانشجویان. مرسی خدا خیرتون دارم بده. اگه کافیه خیلی ممنون. مرسی. من یعنی یه فیش به شما میدم. نه فیش نمیخواد. مرسی. از طرف رضا اومده. میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ ما برای کودکان سرطانی پول جمع میکنیم از طرف مؤسسه چی میگی؟ میگم از طرف رضا اومدم جنس. بله متوجهم ولی خب مؤسسه هم مشکلات خودشو داره. برو بابا. ببین خانم مثلا شما 200 تومن کمک میکنی همین دنیا تو داری همون دنیا. خب زودتر بگو ببین من همه دنیا رو با هم میخوام. خب از اینکه ثوابش زود میگیره 4 ساعته خوبه حالم بده. آره خوبه وایسا یه رسیدی بهت بدم. ببین از این به بعد ثواب مواب خواستی با خود خیریه تماس بگیر شماره‌اش رو رسید. رضا کجاست؟ بود رفت چیکارش داری؟ هیچی.